سلام، شب و روزتون بخیر و شادی. آقا بالاخره عظما از پای منقل بلند شد و با گوش آویزون اومد به صحنه. بدبخت به قدری هراسو بود که از قضایای اخیر و توپوزیای منطقه‌ای لال تا کام حرف نزد. قصدش روزخونی واسه مصیبت انتخابات بود. آمریکایی‌ها در سال 88 به دنبال آن بودند که تجربه موفق خود در چند کشور را به بهانه انتخابات در ایران نیز اجرا کنند و با برجسته سازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت مالی و سیاسی از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند، اما انقلاب و کودتای رنگی آنها در ایران با حضور مردم شکست خورد. خب شکست خورد، تموم شد، رفت دیگه. حالا ترست از چیه؟ نگران چی هستی؟ نگران فتنه اصغری یا فتنه اکبر؟ بگو ببینم برنامت واسه نمایش انتخابات چیه؟ چه جوری میخوای از این مخمسه بیرون بیای؟ ایشان با تاکید مجدد بر ضرورت شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات افزودند: همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند، چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است. دیگه چی؟ سونا و جکوزی نمیخوای؟ نظام و رهبری کلی چنده؟ بحث اصلا قبول داشتن قبول نداشتن نیست که. ملت میخوان سر به تن تو نظامت نباشه، بعد تو میگی بیایید رأی بدی. زدی مردم به خاک سیاه نشوندی، بعد طلب رأی هم داری. بعد تازه تو رأی میخوای چیکار؟ تو که دست به رأی سازیت خوبه، 70 میلیون رأی چاپ کن، خودتو خلاص کن دیگه. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر پیشنهاد دهندگان لیست ها مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعا قبول دارند، می توان به لیست آنها درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد، اما اگر به انقلاب و دین و استقلال چندان اهمیتی نمی دهند و دلشان دنبال حرفهای آمریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند. همه این حرفا واسه این بود که ته خط بگی مبادا به کوسه و داره دستش رأی بدیدا. آخه به تو هم میگن ولی فقیه. اینقدر درمونده و وارفته شدی که از یه طرف واسه رأی التماس میکنی، از اون طرف مجبوری خودتو به در و دیوار بکوبی و اینجوری واسه جراحی کوسه زمینی چینی کنی. خب بگو ببینم درباره آشی که کوسه واسط پخته چی داری بگی؟ حضرت آیت الله خامنه‌ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و یادآور شدند برخلاف برخی تصورها مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود، بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، رهبر یعنی کلیددار حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است. قید حیات رو هم که زدی بابا، این دیگه خیلی داغونه. خودش پیشا پیش داره فاتحه خودشو میخونه، حقم داره. آخه تو بد بومبستی گیر کرده. اگه بیاد وسط و کوسه رو قیچی کنه، اون وقت فتنه و قیام در انتظارشه. اگه هم به کوسه تن بده امامش برباد میره. خلاصه این که بد مصیبتیه.